خب بریم ببینیم این سری از باپتیست چی گرفتیم. برای پرورج سربی، برای ناخونیا با این میتونی ناخونی بلندا رو در بیاری. دینیش اول سری قبل کوچیکشو گرفتم، خیلی خوب بود واسه کارهای دکوراتیو خوبه. هنوز مطمئن نیستم کارهایی که زیاد شسته میشه جواب بده یا نه، ولی خوب بود. بعد از روستینز رد ماهگونیشو گرفتم، ببینیم چی میشه تو کارم. اره برای برش رو دستگاه. و در آخر یه تیغ واسه اره‌نواری گرفتم. این مخصوص گردبریه، با قبلی خیلی مشکل داشتم، نمیشد باش برید گرد درست، ولی این مخصوص گردبریه و بریم ببینیم با این چی کار میشه کرد.